عوارض مصرف نوشابه‌های انرژیزا چی است؟ نوشابه‌های انرژیزا معمولاً غنی از آسپارتام هستند. آسپارتام یک نوع قند هست. با مصرف نوشابه انرژیزا در مدت زمان کوتاهی قند خون شما بالا میره. معادل این که شما 2 بسته شکلات رو با هم مصرف کرده باشین قند خون انسان رو بالا میبره. بنابراین این موضوع منجر میشه که بدن مجبور به افزایش ترشح انسولین بشه. ترشح انسولین که بره بالا، بدن به سمت دیابت پیش میره و بیمار رو به سمت بروز دیابت ثانوی پیش میبره. بنابراین از مصرف نوشابه انرژیزا خودداری بکنید. این آسپارتام که در نوشابه انرژیزا هست عوارض بسیار جدی و خطرناکی برای سیستم عصبی مرکزی داره. از جمله شانس تومورهای مغزی رو اضافه میکنه، باعث افزایش سردرد، سرگیجه میشه، حملات سر رو بیشتر میکنه و یک نکته مهم اینه که اختلال حافظه به دنبال مصرف طولانی این موارد هست. از شما خواهش میکنم که این نوشابه انرژیزا رو مصرف نکنید، در خونه زیاد استفاده نکنید، برای خونه خرید نکنید و به دوستانتون هم توصیه کنید که از مصرف اونها خودداری بکنن، چرا که با رعایت همین نکته کوچیک میتونین از بروز عوارض مغزی، بروز دیابت و اختلالات حافظه جلوگیری کنید.